درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی چرخ گردون است. این مرتبه ما دعوت کردیم از شادی قربانوف، ختم کرده فاکولته آثارخانه شناسی دانشگاه فرهنگ و هنر جمهوری تاجیکستان و عین زمان کارمند پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید. تشکر. سوال اول من وابسته به آن است که امروز در تاجیکستان روزی حفظ حقوق کودکان تجلیل می‌گردد و لطفاً شما گویید که از کودکی چه خاطره‌های ناخوشی دارید، چون تا جای من اطلاع دارم شما در زمان کودکی دچار معیوبی شدید و تا امروز از این رنج می‌کشید. قبلا اجازت فرمایید من تمامی مردم کشور را با روز حفظ کودکان که امیدوارم هر یک و یک ما در کدام سن و سالی که عیناً حاضر که نباشیم دنیای بی‌حالایش کودکی را از سر گذراندیم و از واقع و حادثه اون رو حیاتاً ما هیچگاه فراموش نمیکنیم و همین بود که من راستی از کودکی خیلی خاطرهای شیرینم دارم، خاطرات تلخم دارم و بعضا مناسبت ها بودن که تا امروز در خاطر من هم به خوبی دو پهلو دارد، هم به خوبی و هم به جهت های منفی خود نقش بستم. خاطره از همه تلخ کودکی کدام بود؟ خاطرات از هم تلخ کودکی تا عین حال در یاد من مانده است. یکی از زنانی بود که در کوچه می رفت و حامله‌دار بود و اون با مسخره و تملق و من گفت که من این بچه فلانی پاچش بینه، پایش کجله است گفت و من گویا که یک خود رو ناهنجار احساس کردم. خاطره خوشی کودکی چی بود؟ خاطرات خوش کودکی در محیط عائله و محیط خویشتوار بسیار بود و هیچگاه من اونها را از یاد فراموش نمیکنم. یکی از اونها می بود که بابایم به من روحشان شاد بود میگفتن که این از همه نویره دوست داشته ترینی من است و این را احترام کنید. احترام مرا در جای اول میگذاشتن و مرا همچون یک شخص معیوبیت داشته نسبت من غمخوری های زیاد رو جاری کردن در محیطی که داشته، محیط خشتباری. همین از زمان کودکی شما رو یگان حالتی بود که مناسبت مردم رنجانیده باشه؟ البته تا امروز هست این حالت. البته اگر آزاد گویم شرح دادن این خیلی دشوار است برای انسانی که هر لحظه یا یک سخن قبیح میشنود یا یک ما همین خیلی حالت ها و میون میبیاد که در یک روز تا 5-6 نفر انسان و ما سخنهایی که میگویند که عموما نالازم است، یعنی که به ما بسیار سخت میرسد. انا همین نگاهی بدبینانه نمیدونم، نگاهی پر نفرت اطرافی ها یا نگاهی مهربانانه آنها شما عصبی میکند یا چیکار میکند؟ در کدام حالت میافتید در این حال؟ باور کنید بعضا وقت میشود انسان دل ما بسیار دل نازک است، بسیار تیز میشکند. علل خصوص من که در ورقه بیماری من معیوب فلج کودکانه با آسیب مغز سر نوشته شده است. این زمان کودکیتان رخ داده؟ البته زمانی که من از مادر سالم به دنیا آمدم و من سالم بودم، لیکن از چی باشد که وقتی که حرارت بلند می شود و ناگهان هنگامی گذراندن سوزندارو از جانب دکتران همون وقته
من به حالت معیوبی دچار میشوم. به اندیشه شما نظر جامعه به همه قسم معیوبان چگونه است؟ گوناگون است نظری. یکی با مهربانی انا همین مثلا وقت مهربانی شد شما چقدر قبول میکنید؟ مهربانی رو البته خوش قبول میکنیم و یک نوع برای خود لطفی یزدانی میدانیم و البته لطفی همون شخصیتی که از جانب او و ما همین مهربانی شده است و لیکن باز لطف از لطفی که غرضناک است گوییم که یک لطفی بیچاره حالانه است فرق میکنه. البته تحقیرآمیز لطفی دو نوع می شود، لطفی مهربانانه و لطفی تحقیرآمیز است. یعنی که لطفی مهربانانه برای ما روحیه می بخشد و ما را به آینده نیک جلب می کند و ما را به زندگی دلگرم می کند و لطفی تحقیرآمیز قسمی از معیوبان را اگرچه ناامید و گوییم که از زندگی یک نوع دل مانده کند مرا نه، بلکه به من یک قوه و نیروی الهی می بخشد که من باز سر خود را نه بلکه خم سر خود را بالا کنم و استعدادهای خود را به جامعه توفه نمایم. شما یکی از فاکولته هایی که نو تشکیل شده بود در دانشگاه صنعت، فاکولته آثارخانه شناسی را ختم کرده اید. برای چی این فاکولته که دشوار است شما با کدام خاطر به اونجا رفتید؟ از دوره مکتبخانه من خیلی نسبت صنعت، فرهنگ، ادبیات، تاریخ شوق و رغبت زیاد داشتم و همین واقعه و حادثه های تاریخی یا زندگی نامه شخصیت های فرهنگی و مانند استادان صنعت تاجیک، استاد ظفر ناظم، آدینه هاشم، دوست مراد علی، تقوی مراد خوشوقت و فرهنگ و هنر مرا جلب میکرد و همین بود که مرا به بارگاه علمی و فرهنگی دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان آورد. قبل از آن که من به دانشکده داخل شوم این یک نوع گوییم که رمزی هم هست که وقتی که من هنوز در مکتب میخوندم پیوسته در چاره‌بینی‌های فرهنگی که از جانب مسئولین مکتب گذرانده میشد اشتراک نموده قابلیت‌های خود را تشکل میدادم. کدام قابلیت دارید؟ قابلیت‌های سرایندگی. سراینده مثلا شما تقلید کاری میکردید؟ البته من این رو تقلید کاری نمیتونم، همچون یک مهر و اخلاصمندی میشمارم. تقلید کاری از روی هوایی است، هوا و هوس است و گفته، لیکن ذوق و شوق چیزی دیگر است. ذوق و شوق از هوا و هوس فرق میکنه. البته سلامت باشید. مرحمت میدان از شما با کی شما میتوانید در پیروی یا که در مکتب هنری کدام هنرمند قدوه خود سنجیدنی هستید؟ اکنون با درجه استادا نمیتوانیم، لیکن کوشش میکنیم به خاطر پاس احترام ناموکار و فعالیت آنها خواهش بینندگان رو نیز به نظر بگیریم. بفرمایید. باز آمدم با کوی توی قبله امید، ای مادر که ساحت جانم سرای توست. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادر که جان و دل من فدای تو.
آه مادرم مادرم جان مادرم 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 آه مادرم 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 باز با کدام هنرمند هوس دارد و مخلص هستید؟ این محیط را من از خردی برای خود ساختم و چگونه اینجا سوال به میان میاد که چگونه میتواند یک کودک یک نورست از نورسی به صنعت و این گونه سرودهایی که معنی معنی چقور دارن و نه هر کس به معنای آنها سرفهم می رود هم خیلی محیط رو به خود آفرد. یعنی که من پیوسته می سرودو و فیته ها رو از مکان های فیته فروشی اون وقت که دیویدی ها بودند با اصطلاح دسترس می کردم و سرودای استاد ظفر ناظم، شادروان استاد ظفر ناظم، شادروان استاد آدینه هاشم، مرحمت آدینه هاشم و دیگران رو پیوسته گوش میکردم با چشم. از ما بجز از وفا نآید و از یار بجز جفا نآید دل بر چه بلا بود که هرگز نزد من مبتلا نآید نزد من مبتلا نآید بر ما رحمت چرا نآید بر ما قلبت چرا نسوزد بر ما قلبت چرا نسوزدی بیمان من سازم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تو جاویدان باشی بیمان من سازم و تو در امان باشی بیمان من میرم و تو جاویدان باشی بیمان حل از چنگ نامرادی ها بر رخسارم خطی آژنگ بگذارند بیمان عشق تو چون زخم نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد بیمان عشق تو چون زخم نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد. همین تکرار به تکرار خواندن سرودهای همینا از روی محبت بود است. خب نفهمیدیم لیکن شما که کودک بودید هنوز معنی مصرع‌های نمیفهمیدید چیکار میکردید؟ میپرسیدید یا که با گذشت وقت یاد فهمیدید که چی گفتن میخوام؟ برای خود که من این محیط رو برای خود ساخته بودم این به سبب نبود. من از خورده به ابیات کلاسیکان از جمله شاعران فارس تاجیک ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، جامی، نوایی و دیگر بزرگان آشنایی داشتم و از دوره مکتب خوانی درباره آنها پیوسته جستجو میکردم میخوندم. همین ابیات را من در ایجادیات این استادان این زبردستان هنر و فرهنگی ملی دریافتم. از بین هنرمندان ما تقای مراد خوشبخت واقعا او هم معیوبی داشت، چشمانش نابینا بودن. آیا همین چیز مهر توی پیدا کرده بود نسبتی وی؟ البته استعداد شادروان استاد تقای مراد خوشبخت که روحی همشان شاد بود. در قطار استاد تقای مراد خوشبخت دعاگوی آن هستم که روحی همه این صنعتکاران بزرگ شاد باشد و در راحت ابدی باشند
و همین مرا راستی بسیار به صنعت دلگرم میکرد و بینید که چقدر یک شخصی که مثال دارای معیوبیت است لیکن در جامعه اعتراف شد، ایدئال بود یعنی. ایدئال بود و آدم ها نوبسته از کسب و کار سین و سال یا دایره مثال فعالیت یا دیگر به ایجادیات استاد توجه میکردن و صدای ملکوتی داشت، صدای مرغله‌داری داشت که این در قلب و یادی ملت تا ابد نقش بسته است. خب از استاد تا امروز خوشبخت. دریا جاله میا نی دریا جاله جان بیشکسته سری چنا ری 50 ساله جان بیشکسته سری چنار افگارم کردی عشق دختری مردم با این حالم کرد عشق دخترای مردم با این حالم کرده لعنت بر کسی که وطن کنده شود افتاد به غریبی و به کس بنده شود برگشته و سرگشته که آید بر وطنی این مرده 100 ساله زینه و زنده شود این مرده 100 ساله زینه و زنده شود این مرده 100 ساله زینه و زنده شود. شادی عزیز صدایت خسته مباد و بیا برگردیم به سر فعالیت تو. گپ به سر آن که تو به حیث آثارخانه شناس وقتی که فعالیت کردی چی چیزایی نام برای خدا پیدا کردی؟ واقعا با علم و فرهنگ و دایره شخصیت های فرهنگی که از یعنی که من اونقدر آشنایی نداشتم و در این محیط نیز نبودم، گرچند که من صنعت فرهنگ رو دوست می داشتم قبلا نیز گفتم، این یک محیط نوی بود برای من، نوی که من گویم که از آگاهی نداشتم و در رفت کار من آگاه شدم و گویم که من اگرچند که معلومات کاری آثارخانه و حفظ یادگاری های تاریخی دارم و یک نوع آثارخانه شناس هم هستم، از همین جهت همین تحصیل در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان نیز در معرفی استعداد من از جانب استادان اعتراف شد و آنها نیز به استعداد بنده بعضی از آنها، گرچند که من در دیگر شعبه میخوندم و حواس و حوصله زیاد سراینده شدن رو داشتم و همین بود که این همه مثال استعدادهای من از نظر بعضی استادا پنهان نموند و پیوسته در دانشکده نیز در چاره‌بینی فرهنگی که به مناسبت این یا آن جشن برپا میشد مرا شادروان استاد سعید غفار به اهل دانشگاه معرفی کردند و استعداد من همین طریق رواج رونق یافت و پس از اون که من در محیط پژوهشگاه علمی تحقیقاتی آمدم و در اینجا باز با علم و با کاغذ و قلم و همین چیزا سر کار گرفتم، گرچند که من همه چیز رو از پژوهشگاه فرهنگ و از رهبریت آن وقته پژوهشگاه آموختم و آنها نیز همان وقته رهبریت همان وقته نسبت استعدادهای من
به طرف نبودن و ما رو پیوسته دستگیری میکردن، روح بلند میکردن. همین بود که من به جدای علم اومدم و در این جده نیست با قدر امکان، با قدر توان سهم خود رو گذاشته ایستادم. واقعا تو موادهای علمی معرفتی در ژورنال مثلا علم و حیات هم چند مطلب دیدم، در نشریه جوامع تاجیکستان هم دیدم. تو یعنی هنر قلمکشی همچون روزنامه‌نگار هم داری؟ البته هر یک انسان دارای قابلیت و درک و فهمیشی بزرگ است، اگرچه آنها رو کار فرماید، یعنی که آنها رو روزاناند و در نهاد هر یک انسان هر یک گویم که دور و گوهر نهفته است. نهفته است که انسان رو وادار میکند که از همون چیز به همون چیز یا به همین کار دست بزند و خود رو بسنجد. تو سرودهای خلقی خوب بخونی، اما مثلا تو میتوانی شش مقام خونی؟ باشد میخونیم، لیکن باری دیگر میگویم که من در سطح گرچنده در سطح پروفسیونالی نخونم هم، لیکن بهتر از بو میخونی. بمیزرابی دیگر قانون عشقت ساز می کردم، بمیزرابی دیگر قانون عشقت ساز می کردم، نوایی پرده عشاق قد شهناز می کردم. آه یارم نازنینم، من از جانی شما گردم. صدایت خسته نباشد. شودی جان، یک سوال، اگر که مثلا امروز روزی بین المللی حفظ حقوق کودکان است، اگر تو مبادا مثلا با یک کودکی که نو تولد شده است تو هنوز نمیداند که معیوب است، اگر امکان شود که تو به وی چی گفتن میخواستی؟ میگفتم که تو انسانی بزرگ خواهی شد، ناامید نباش. سلامت باشی. همین پیام تو به جامعه چگونه است؟ به جامعه مثلا چی گفتن میخوایی؟ با جامعه همینطور گفتن میخوام که معیوبان امروزها با دستگیری و غمخواری های بیواسطه اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، نسبت ما معیوبان بسیار غمخواری های زیاد ظاهر میگردد و از همین جهت خاطر گفتنی هستم که اهل جامعه نیز نسبت به ما غمخواری ظاهر نمایند و ما رو این همه غمخواری ها که چی ما در راه میبینیم، چی در کارگاه و چی در محیط های فرهنگی، هر یک عمل و حرکت شخصان سالم رو ما احساس میکنیم، هر یک تا این رو ما با خود قبول میکنیم و چگونه که باشد، خوب باشد خوب بد باشد، از همین جهت مسئول عمل و حرکت خود باشند و نگذارند که دل شکند، دل برنجد، زیرا بزرگان ما گفتند دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. واقعا با این سواد و با این فهمیش و با این درک موسیقی مثل تو برنها البته کم هستند و تشکر. من آرزو میکنم که در آینده هم در هر کجایی که باشی تو باید به قول خودی تو همون نیروهای خفته بیدار کنی و هیچ وقت امکان ندهی که به تو همچون به یک معیوب یا یک شخصی که در زندگی شکست خورده است نگاه کنند.
این بود برنامه نوبتی ما با شرکت شادی قربانوف. خوش آمدید شادی. کارمند پژوهشگاه علمی تحقیقاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. سلامت باشید. تشکر استاد.